مادر فرشته نیست، ستون دو عالم است. مادر حواس موره بابای آدم است. هرگز فرشته قدرت مادر نداشته است. هرگز فرشته خواهر و دادر نداشته است. فرزند 9 ماهه‌ای در بر نداشته است. آواز نرمی اله مادر نداشته است. پستان شیر داده او رمز پاکی است. مادر فرشته نیست، یک انسان خاکی است. مادر زیلای طاقت و خیلیده غم است. او ابتدای زندگی ذات آدم است. او همسر است و دلبر است و دختر و زن است. نازکترین دل است و به قوتترین تن است. بطنش فضای مسکن مهر است و میهن است. مادر فرشته نیست، مقدسترین زن است. مقدسترین زن است.